با آموزش هدینگ های سئو یا تگ های اچ در خدمتتون هستیم. این تگ ها یا هدینگ ها هم جزو محتوای سئو محسوب میشن به گونه‌ای و اهمیت زیادی برای سئو صفحات سایت شما دارن. حالا این تگ های اچ چی هستن و چه قوانینی رو باید برای اونها رعایت کنیم؟ تگ های اچ شما به H1 تا H6 میشناسینشون که حالا به اصطلاح هدینگ ها یا سرنویس های 1 تا 6 هم توی بعضی از ترجمه ها هم میبینیم. اینها تگ ها و هدینگ های مهم یک صفحه شما هستن. ما توی ویدیوی قبلی راجع به متا تگ ها صحبت کردیم که گفتیم که اینا بیشتر توی صفحه نتایج گوگل به چشم میان، ولی تگ ها نه، توی خود یک صفحه هستن. نکته مهمی که وجود داره اینها بر اساس 1 تا 6 اهمیتشون کمتر میشه، یعنی H1 بیشترین اهمیت رو داره، بعد از اون H2 و به همین ترتیب، و تقریبا میشه گفتش که H6 از اهمیت خیلی پایینی برخورداره. ما همیشه توصیه میکنیم که تگ های H رو H1 حتما توی همه صفحات سایت باشه، چه صفحه اصلی به خصوص برای فروشگاه سازها، چه دسته‌بندی، چه محصول، چه مقالات. و اگر که بقیه تگ ها نبود، نمیگیم که بهینه ترین حالت صفحه هست، ولی اونقدر هم مشکل ایجاد نمیکنه. پس تگ H1 واجب هست. نکته دیگه که راجع به تگ H1 وجود داره اونه که تگ H1 فقط باید یک بار تو صفحه سایت شما استفاده بشه، یعنی نباید 2 بار تگ H1 داشته باشید. ولی این محدودیت راجع به تگای بعدی وجود نداره و شما میتونید با خیال راحت مثلا 2 بار تگ H2 داشته باشید. از طرفی تگ H1 توصیه میشه زیر 70 کاراکتر باشه، چون یه جور عنوان باید باشه، یه جور هدینگ باید باشه، پس نمیتونه یک پاراگراف باشه. البته این درباره بقیه تگ ها هم صدق میکنه، ولی محدودیت زیر 70 کاراکتر بیشتر برای تگ H1 هست. بقیه میتونه یه مقدار طولانی تر باشه، ولی در هر صورت شما هیچ وقت نمیتونید یک پاراگراف طولانی یا یک متن طولانی رو تبدیل به تگ H بکنید. بهینه نیست این کار رو انجام بدید. شاید اینجوری بگیم خیلی بهتر باشه. حالا میایم راجع به اینا توی یه صفحه صحبت میکنیم. عمدتاً توی صفحه اصلی سایت شما عنوان ندارید. شما هیچ وقت برای صفحه اصلی سایتتون یک عنوان ندارید، چون موضوعات مختلفی ممکنه توی صفحه و توی هر بخشش یه موضوع مختلفی ارائه بشه. حالا ما میایم و توصیه میکنیم توی صفحه اصلیتون یک عبارتی که مهم هست. مثلا ما اومدیم توی سایت اوپنکارت عبارت قیمت طراحی سایت فروشگاهی رو تگ H1 کردیم. حالا اینکه از کجا میشه فهمید که این تگ H1 هست یا اینکه اصلا تگ ها رو چجوری میشه تشخیص داد؟ شما با کلیک راست روی یکی از قسمت های صفحه دکمه اینسپکت رو میزنین و برای شما یک بخش حالت کد سایت مشخص میشه. شما تو این قسمت میتونید کنترل F بزنید و تگ ها مثل همه تگ های برنامه نویسی HTML با علامت کوچیکتر بزرگتر شروع میشه و به اون خاتمه پیدا میکنه. یعنی تگ H1 به این صورت هستش و به صورت کلی و عمومی، ولی باید در نظر داشته باشید که مثل اینجایی که الان این مشاهده میکنید ممکنه که توی این واسطه تا علامت بسته بشه، تگ بسته بشه، یه چیزی وجود داشته باشه. برای همین شما فقط تگ باز شده رو، یعنی حتما بلافاصله بعد از علامت کوچیکتر به اصطلاح، شما باید اچتون رو داشته باشید. الان همونطور که مشاهده میکنید این قسمت مشخص شد، پس یعنی اچ ما قیمت طراحی سایت فروشگاهیه و اینجا هم تعدادشون بینید فقط یک بار آورده شده و بیشتر نیست. حالا برای تگ های دیگه هم به همین صورت H1 رو تبدیل به H2 میکنیم و میبینیم که تگ H2 ما مثلا این عبارت هستش و از تگ H2 ما 6 تا داریم، یعنی عباراتی مثل خدمات SEO، هاست حرفه‌ای سی پنل اوپنکارت، افزونه اوپنکارت و حالا جلوتر میتونید همینجوری سرچ کنید نمونه سایت فروشگاهی اوپنکارت و در نهایت چرا اوپنکارت. اینها تگ H2 شدن تو صفحه ما. بیشترین اهمیت برای در حال حاضر تگ H1 و H2 هست و به ترتیب دیگه بقیهشون کم اهمیت تر هستن. حالا ما میتونیم بقیه تگ ها رو اینجا سرچ کنیم، میبینیم که ما تگ H3 نداریم. تگ H4 یک عبارت درخواست مشاوره رایگانه که خب این احتمالاً تو حالت عادی برای شما پیداش نمیکنه، چون به صورت یک پاپ آپ هستش. حالا من
این رو برای اینکه شما مشاهده کنین، وقتی که این دکمه رو میزنین در اصل این عبارت تگ H4 هست. قاعدتا H5 و H6 هم توی صفحه ما نداریم. پس به این صورت شما میتونید تگ رو مشاهده کنید. چیزی که خیلی خیلی مهم هست، گفتیم H1 واجبه یه جورایی برای بهینه‌سازی سئوتون، ولی شما اگر تگ H2 نداشتید تگ H3 بهتره تو صفحتون نذارید. شما یه جورایی به گوگل دارید میگید این عبارت H1 مهمترین هدینگ صفحه منه، بعد میگید که خب من H2 ندارم H3 دارم، یعنی شما دیگه مثلا یکم مهمتر نداشتید، پس اون یکی هم از نظر گوگل یه جورایی اهمیت نداره H3 شما. وقتی که به ترتیب اینا رو داشته باشید شما اهمیتشو به گوگل میگید. پس ما توصیه میکنیم اینا به ترتیب استفاده بشه. حالا این توی صفحه اصلی بود. توی سیستم فروشگاهساز اوپن کارت به این صورت هستش که عناوین صفحه، مثلا این یک صفحه دسته‌بندی هست، عنوانش هست افزونه های اوپن کارت فارسی. خود سیستم برای اینکه H1 خیلی اهمیت داره میاد عناوینی که شما توی بخش‌های مختلفتون مثل دسته‌بندی، مثل کالا، مثل صفحات اطلاعات درباره ما، تماس با ما، مثل صفحات برندتون یا تولید کنندتون و در نهایت مثل صفحه اصلی مقالات و صفحات خود پست های مقاله، عنوان رو خودش به صورت H1 میاره. یعنی هر چیزی که شما عنوان بذارید، من الان روی این کلیک راست میکنم، اینسپکت میگیرم، وقتی روی خودش کلیک راست بکنی روی یک عبارتی دیگه خود همون رو نشون میده و نیازی به سرچ کردن نیست. میبینید که این داخل تگ H1 قرار گرفته. در عین حال هم گفته پیج تایتل هست، پس یعنی عنوان صفحه هم هست. پس اگر از سیستمی مثل، البته تا جایی که میدونم سیستم وردپرس هم به همین صورت هست، استفاده میکنید، دیگه نیایید یه H1 دیگه هم تعریف کنید، چون اینجوری باعث میشه شما 2 تا H1 داشته باشید. اصولا هم عنوان یک صفحه مهمترین، خلاصه ترین و بهینه ترین چیزیه که میشه با عنوان یک عنوان در نظر گرفت. پس میتونه تگ H1 هم باشه. البته که شما میتونید عنوانتون با تگ H1 تون رو متفاوت کنید. این توی سیستم اوپن کارت هم تعبیه شده و نگران این قضیه نباشید. ولی چون عموما این بهینه ترین حالت هست، همون رو انتخاب میکنه. پس اگر که شما از این سیستم ها استفاده میکنید دیگه تگ H1 تعریف نکنید. از طرفی ما غیر از صفحه اصلی که خب متفاوت هست، اصلا فرمتش، ساختارش متفاوت هست، توصیه میکنیم توی صفحات دیگه توی متن توضیحاتتون تگ های H رو در نظر بگیرید. سیستم اوپن کارت هم به همین صورت هست و توی ادیتور شما میتونید یه بخشی رو انتخاب کنید و اون رو به H2 یا سرنویس 2 در بیارید و تبدیلش کنید. یعنی بهتره اینجوری نباشه که شما یه سری توضیح نوشید بعد بیاد اینجا یه سری تیتروار H2 و H3 تعیین کنید، چون گوگل هم ترجیح میده که این داخل محتوا باشه، برای کاربر هم خیلی بهتره. خب شما وقتی که یک عبارتی مثل این انواع افزونه های اوپن کارت رو ما الان روش کلیک راست میکنیم، اینسپکت میگیریم که دیگه نخواهیم سرچ کنیم، همونطور که میبینید این H2 هستش. داخل متن ما اومدیم یک عبارت یا تیتری که مهم بوده رو تبدیل به H2 کردیم، به همین ترتیب H3 الی آخر. پس ترجیحاً اینو به صورت یک تیتر جداگانه و توی قسمت مثلا خاصی گوشه‌ای در نظر نگیرید، چون مسلماً توی توضیحاتتون چه توضیحات، حالا این راجع به کالا هم میتونه به همین صورت باشه، مثلا ما وارد یک کالایی میشیم و داخل توضیحات همون تگ های اچتون رو استفاده کنید. بازم اینو میگم چون نکته مهمیه، H1 فقط یک بار باید باشه، ولی H2 میتونه چند بار باشه. مثلا ما این عبارت کلیک راست میکنیم، اینسپکت میگیریم و همونطور که مشاهده میکنید این عبارت ما H2 هستش. خب یک تایتل یا یک عنوان یا یک زیر تیتر مهمی بوده که ما میخواستیم این تبدیل به H2 بشه. پس در نظر داشته باشید اینم یک نمونه صفحه کالا، و برای اینکه من باز به شما نشون بدم اینجا میتونیم سرچ کنیم، دنبال H1 بگردیم و همونطور که میبینید عنوان خودش H1 شده. پس توی این سیستم های مثل اوپن کارت و وردپرس حتما در نظر این رو داشته باشید و توی متن توضیحاتتون H1 جداگانه تعریف نکنید. نکته دیگه که وجود داره اینه که اصلا چجوری این H1 ها رو ما تعریف کنیم. خب همونطور که توی این مدت هم توضیح دادم، H1 مهمتره
باید یک عنوان، با توجه به اینکه توصیه می‌کنیم زیر 70 کاراکتر باشه، یک عنوان در عین حال خلاصه ولی مرتبط با صفحه، یه جورایی کلیت اون صفحه رو با اون عنوان شما بتونید به مخاطب یا موتورهای جستجو ارائه بدید و تعریف کنید براشون. حالا این میتونه مثل این ماژول FAQ یا سوالات متداول باشه، یا برای صفحاتی مثل خرید یا دسته‌بندیتون به همون مدل خودش. پس کلمه کلیدی که راجع به اون صفحه هست، کلمه کلیدی هدفتون هست، قاعدتاً باید توش استفاده بشه. جایی نداره 70 کاراکتر که شما بتونید دو بار مثلا بنویسید ماژول FAQ ماژول سوالات متداول. بهتر اگه قرار اینجوری باشه این باشه ماژول FAQ افزونه سوالات متداول، یعنی کلمه کلیدی ما که حالا ماژول یا افزونه هست بهتر دوبار تکرار نشه. برای H2 خب اهمیتش گفتیم کمتر میشه، محدودیت کاراکتر هم به اون صورت دقیق ندارید، شما میتونید یه سری عبارات رو اضافه کنید، مثل این که ما اینجا آوردیم ویژگی های مشخصات فلان چیز. یه وقت شما میخواید خریده، اگر توی صفحه محصول یا دسته‌بندی هست، قیمت اون عبارت و این موارد رو میتونید استفاده کنید و به این صورت صفحتون رو بابت تگ های H یا هدینگ های SEO به صورت بهینه مجهز کنید که خب این شما خیلی وقتا ممکنه که اگر که یک متا تگ عنوانی رو داشته باشید، ما توضیح دادیم که این توی صفحه سرپ گوگل میاد، ولی ممکنه یک جایی اگر که مثلا ما اینجا زدیم افزونه FAQ، اگر که مشتری ماژول رو سرچ کرد، گوگل بیاد و به جای متای عنوان شما H1 شما رو نشون بده، یعنی در این حد اهمیت داره. حالا ما میتونیم همین رو سرچ بکنیم ببینیم که اصلا به چه صورت هستش. ما عبارت ماژول رو سرچ کردیم در صورتی که متای عنوان صفحه افزونه بوده. ببینیم که چه اتفاقی میفته. بله دقیقاً همونطور که خدمتتون گفتم، در صورتی که ما متای عنوانمون رو همونطور که اینجا میبینید افزونه FAQ زدیم، ولی چون که عبارت ماژول سرچ شده H1 که ما رو آورده اینجا نشون داده. حالا ما اگر که اینو به جای ماژول افزونه استفاده کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. پس یعنی توی ویدیوی قبلی هم گفتم بعضی جاها ممکنه که این اتفاق بیفته و متای شما تغییر کنه. خب برای افزونه حالا ما اوپن کارت رو هنوز اینجا پیدا نکردیم، ببینیم که ما میتونیم در انتهای این یه پلاس اوپن کارتی تایپ کنیم ببینیم که یه چه صورت برای ما میاره. نه این بازم صلاح دیده که همون عبارت ماژول، چون عبارت ماژول خیلی ظاهرا سرچ بیشتری ممکنه بشه، در صورتی که مثلا اینجا افزونه رو آورده، شما کلمه افزونه رو سرچ کردیم ولی عبارت ماژول، برای همین ما اچکمون رو اومدیم و عبارت ماژول رو اختصاص دادیم. پس به این صورت هست که شما میتونید تگ های اچتون رو در نظر بگیرید. یه نکته کلیدی که باید حتما بگم، خیلی از افراد میان و داخل بیشتر صفحه اصلیشون این کار رو میکنن، تگ ها رو میان یا به صورت رنگ زمینه در میارن یا با فونت های بسیار کوچیک و این رو گوگل یه جورایی خطا میگیره، یعنی شما توی سرچ کنسولتون هم میتونید این خطا رو ببینید و اینکه از در نظر نمیگیره یه جورایی، برای اینکه میگه من تمام تلاشم اینه که کاربرم راضی باشه و چیزی که جستجو میکنه رو بهش برسه. وقتی که شما به صورت سفید یه چیزی رو توی متن مثلا صفحه‌تون در آوردید، کاربر اونو نمیبینه، پس شما میخواید فقط منو گول بزنید یه جورایی. همینطور با فونت خیلی ریز هم همین اتفاق میفته، یعنی تو صفحه اصلیتون ترجیحاً این کار رو نکنید، چون عملاً مثل اینه که یه جورایی گوگل رو دور زدید و اصلا از این موضوع خوشش نمیاد. امیدوارم که راجع به تگای H هم این ویدیو مثمر ثمر باشه و شما بتونید تو صفحات مختلفتون اون رو به کار بگیرید.